سعی کنن گاوی رو صاحب توپ کنن، شاید مقدار گردش توپ براشون بهتر اتفاق بیفته. وینیسیوس جونیور پاس برای بنزما و 3 گله میشه. کریم بنزما روی پاس وینیسیوس جونیور. زوج وینی و بنزما مهار نشدنی به نظر میرسه. 4-0 میشه در مجموع. البته در مجموع 4-1 میشه و 4-0 تو این مسابقه رئال مادرید پیش میفته. یک هفته 2 مسابقه برگزار کرده بنزما و تونسته تو هر مسابقه 3 گل بزنه. البته تا اینجا میتونیم بگیم حداقل 3 گل بزنه در این پیکار. شاید گل‌های بعدی هم براش در راه باشه. شاید مدافعین بارسلونا فکر میکردن آسنسیو رو صاحب توپ کنه، اما با یه پاس هوشمندانه توپ رسون به کریم بنزما و در نهایت دروازه بارسلونا در این مسابقه برای بار 4م باز میشه. نتیجه که شاید خوشبین‌ترین هوادار رئال مادرید، بدبین‌ترین هوادار بارسلونا فکرش رو هم نمی‌کرد. آخرین باری که یه تفاضل 4 گله دیدیم بین این دو تیم بازی بارسلونا و رئال مادرید در مارچ 2022 بود که بارسلونا تو سانتیاگو برنابئو موفق شده بود 4-0 رئال مادرید رو شکست بده.